کودک شما این کارا رو نمیکنه، رشد حرکتیش دچار مشکله. من میخوام تو این ویدیو به شما توضیح بدم مهمترین مهارت‌های حرکتی یه بچه 2 ساله چیه. ما گفتیم 3 دسته رشد داریم: رشد زبان، رشد حسی حرکتی و رشد شناختی. البته رشد روانی عاطفی هم داریم که کاری بهش نداریم. حالا میخوایم مهمترین مهارت‌های حرکتی بچه 2 ساله رو با هم مرور کنیم. 1 راه رفتن و دویدن. انتظار داریم بچه حدوداً 1 سالگی راه بره تا 2 سالگی کاملا مسلط بدوه، دور بزنه. 2 توپ انداختن بالا و گرفتن. این مهمه ها. 2 دستی بتونه بندازه بالا و بگیره. این انداختن ملاک نیست، این سن پایین تره. مهارت سوم از پله بالا پایین رفتن. انتظار داریم کودک حداقل تسلط رو برای از بالا پایین رفتن پله تو 2 سالگی داشته باشه. مهارت بعدی شوت زدن. حداقل انتظاری که از یه بچه 2 ساله داریم اینه که بتونه توپ ساده رو بتونه شوت بزنه. و مهارت پنجم برداشتن وسایل با 2 تا انگشت. از یک کودک 2 ساله انتظار داریم بتونه وسایل ریز رو با 2 تا انگشتش ورداره و در نهایت خط خطی کردن. البته که در این حد، یعنی مداد اینجوری بگیره تو دستش و بتونه خط خطی کنه. این 6 تا مهارت جزء مهارت‌های اصلی بچه 2 ساله است. حالا اگه می‌خوای بدونی که چطوری میتونی به رشد حرکتی بچه 2 ساله کمک کنی، بیا کپشن رو بخون.